ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби дуюм, гуфтори 49. фасли дуюму сеюми боби охирин ба силсилаи давлатдории ориёиҳои туронӣ, портҳо ва кушониён бахшида шуданд. پارتها یا خود پرفیگی ها قبل از عهد هخامنشیان در صحنه تاریخ پدید آمده، در قطار دیگر قوم های آریایی در ماورای توران در قسمت جنوبی و جنوب شرقی بحر خزر و کناره های رود آمو و سیر زندگی نیم کوچمنچگی و نیم مقیمی به سر می بردند. دولت اشکانیان پارت در همسایه کشوری دولت یونانی اساسی باختر و کناره های سغد و فرغانه قامت افراخته در طول 5 عصر یکی از تواناترین دولت های عهد قدیم بود که به احیای تمدن آریایی و رشد و نموی فرهنگی نیاگان تاجیکان مساعدت کرده است. زبان پهلوی و ادبیات پهلوی که در عهد اشکانیان پارت پایه‌گذاری شده بود، چون میراثی مشترکی قوم‌های آریایی زبان از جمله خلق تاجیک اعتراف شده است. قضیه دولت کبیر کوشانیان و مقام آن در تشکل دولت و دولتداری تاجیکان یکی از مشکل ترین فصل های کتاب دویم بوده. گشادن چندین گره های پیچیده آن به صحیفه های تاریخ گذشته ملت ما شکوه و شهامات تازه می بخشد. دولت و دولتداری کوشانیان واقعاً حلقه زرین در سلسله دولتداری آریایی های تورانی بوده. در طول 3 عصر پشتیبان راه بزرگ ابریشم و قافله سالار تمدن آریایی در آسیای مرکزی و شرق نزدیک به شمار می رفت. بازیافت کتیبه سرخ کوتل و کتیبه رباطک در تاریخ کوشانشناسی یک انقلاب علمی وارد نموده. زبان رسمی کوشانیان بودن زبان آریایی یا خود انیختنش زبان باختری را اساسناک نمود. این دو کتیبه در عین حال ثابت نمود که اعتقاد دینی کوشانیان نیز از مذهب دینی آریایی های شرقی، باختریان، سغدیان و آریایی های کوچمنچی توران زمین سرمنشه گرفته است. همین طریق به طور رد نشونده ثابت گشت که کوشانیان خلقیت آریایی زبان، آریایی مذهب و آریا نژاد بوده در تأسیس یابی سلسله نوبتی دولتداری، تشکل تاریخی ملت تاجیک و اتنوگنیز آن شرکتی بی‌واسطه دارند. همین طریق تاریخ دوره قدیم دولت و دولتداری تاجیکان و مقام و منزلت نیاگان ما در انکشاف و پیشرفت تمدن آریایی از عهد هخامنشیان تا انتهای دولتداری کوشانیان در کتاب دویومی از آریان تا سامانیان انعکاس یافته ما را به گذشته پر افتخار خلق تاجیک تا اندازه آشنا ساخت.
از فصل و باب‌های جداگانه کتاب‌های یکم و دویم برمی آید که گذشتگانی ما نخستین رام کنندگانی اسب و اشتری باختری، نخستین اختراعکاران یوغ و سپار و بنیادگذاران عملی کشاورزی در سرزمینی آسیای مرکزی به شمار می رفتند. آنها نخستین شهر و دیهات و کاروانسرای و استحکام‌های مدافعی را در قلمرو باختر و سوخت بنیاد نموده، زمینه تجارت و راه‌های کاروانگذر را گذاشتند و گذشته از این نیاگان تاجیکان نخستین شکل‌های مکمل دولت و دولتداری را در قلمرو آسیای مرکزی پایه‌گذاری نموده، نخستین قاموسنامه بشری اوستا را به عرصه تمدنی جهانی آوردند و امروز می سزد که ما و شما با تاریخ کهن بنیاد، فرهنگ عالم شمول، نیاگان تمدن آفرین و اجداد صاحب دولتی خیش افتخار نماییم. تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان، کتاب سیوم. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. سعدی. باب یکم. انسانیت در آستان خطرهای گلوبالی. خطرهای گلوبالی عمومی بشری و پیشامدهای آن در آغاز 1000 ساله سیوم. هزار ساله دوم با همه گرمی و سردی و برد و باختهایش پسی سر ماند و برای انسانیت 1000 ساله سیوم آغاز یافت. در طول 100 سال آخر اهالی کره ارض 4 برابر افزوده، انسانیت آخرین گوشه های دست نارس زمین را کشف کرد و به فتح کائنات رو آورد و کیهان نوردان از بلندی به انتهای آسمان به سیاره ما نگریسته پی بردند که زمین با همه بزرگی و پهناوری عرض و طولش در قیاس چینک های کیهانی از طوب دستی بیش نیست. در انتهای عصر 20 و آغاز عصر 21 انسانیت شاهد رویدادهای بزرگ و حیرت انگیز جهانی پرتلاطم گردیده، نظام استوار و کاملا تشکل یافته طرح سیاسی و اقتصادی سیاره رو به تحولات و دیگرگونی های انقلابی آورد. دولت های ابرقدرت و نظام های فراگیر سیاسی که به قیمت جان ملی آنها فداییان انقلاب پرولتاری در دوام 10 ساله ها بنیاد گردیده بودند، بر اثر تظاهرات دموکراتی، جنبش‌های ملی آزادی پرستی و روندهای تازه استقلال خواهی در هم شکسته از میان رفتند. در عین حال با تقاضای مجرای جهانی شوی و گسترش گلوبالیزاسیون،
روندی به هم پیوندی و وابستگی متقابله دولت‌های و کشورها و ملت‌های و تمدن‌های مختلف گسترش یافته. دستاوردهای عمومی بشری، معیارهای جامعه دموکراتی و ارزش‌های اصیل ملی وسعت پذیرفتند. گذشته از این، در کره زمین نه تنها مرزبندی حوزه‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی و استراتژی نظام و شکل تازه می‌گیرد، بلکه حدود تمدن‌های قدیم و جدید از نو مرزبندی گردیده ملت‌های خرد و بزرگ دایره فرهنگ و تمدنی خیش را از حسابی به همدیگر نزدیک گردانیدن تمدن‌های همجوار توسعه می‌بخشند. دولت‌های تازه استقلال از فشار نظام‌های خودکامه سیاسی رهیده در تلاش تحکیم استقلالیت، تقویت بخشیدن خودشناسی و خودآگاهی ملی و یافتن مقام و منزلت مناسب در جامعه معاصر هستند و احیای حیرت انگیزی دولت و ملت خیش را از سر می‌گذرانند. همین طریق روندها و تمایلات جامعه بشری، تحولات پیگیرانه علم و تکنیک و تکنولوژی زمانوی تا جایی رسیده است که بعضی جامعه شناسان از فرارسی دوره کاملا نو، جهانی شوی تمدن اطلاعاتی و وسعتیابی گلوبالیزاسیا چون محوری پیشبرنده جامعه عمومی انسانی اظهار اندیشه می کنند. جهان امروز به سوی تمدن اطلاعاتی قطعی تر گام می نهد که مهمترین خصوصیت آن نزدیک شوی فاصله های زمانی و مکانی و انتشار دستاوردهای علمی و فرهنگی می باشد. تمدن اطلاعاتی خودنمای سمت نوی رشد انسانیت بوده، ماهیت اصلی آن را انتشار و مبادله به حد و مرز اطلاعاتی، رشد وسایط اینترنتی، کارکرد و پخش برنامه و اخبار و گسترش علاقه ماهواروی تا رفت وسعت یافتن امکانیت تکنولوژی کامپیوتری و وسایط اطلاعاتی تشکیل خواهد داد. از شرافت وسعت تمدن اطلاعاتی، تلکمونیکاسیا و دستاوردهای علمی معاصر، ما کشورهای دورترین سیاره را قریب هر روز و هر ساعت می‌بینیم. از واقعه‌های جهان، فلاکت‌های طبیعی، مناقشه‌های سیاسی، برخورد منفعت‌های اقتصادی، پیشتازی و رقابت‌های فرهنگی و اختلاف آشکار و نهانی تمدن‌های مختلف آگاه می‌شویم. امروز در سراسر جهان بازار وسایط اطلاعاتی و رسانه‌های خبری بسا گرم است. پیشرفت تکنیکی و تکنولوژی اطلاعاتی فاصله فضای و وقت و مکان و زمان را کوتاه کرده، روند گلوبالیزاسیا را در عرصه جهانی پیوسته تحکیم می بخشد. موج به انتهای اخبار هر دقیقه و هر ساعت از شبکه‌های رادیو و اکران‌های تلویزیون، دستگاه اینترنت و اطلاعات کامپیوتری، صحیفه‌های مطبوعات و دیگر واسطه‌های اخبار فرو می‌ریزد و چون قاصدی گلوبالیزاسیا به جهانی شوی اقتصاد و سیاست، علم و فرهنگ و سایر رشته‌های دیگری فعالیت بشریت مساعدت می‌کند. امروز از شرافت گلوبالیزاسیا و جهانی شوی اطلاعات هر فرد دلاگاه در کنج خانه‌اش نشسته 4 سمت کره زمین و 7 خط اقلیم آن را که یک عصر مقدم پدر و بابایانمان حتی در طول عمرشان دیده نمی توانستند توسط موج‌ربای و ماهواره‌های تلویزیونی با همه مرکبی و گوناگون رنگی، زیبایی و نفاست
اختلاف و ضدیت‌های آشکار و نهان و دهشت و فاجعه‌های آشتیناپذیرش مشاهده می‌نماید. گلوبالیزاسیا از یک طرف مناسبت‌های نزدیک خلق‌های و ملت‌ها و کشورهای و دولت‌ها را وسعت بخشیده، سببگاری تشکل نظامی فراگیر و عملاً گلوبالی روابط سیاسی و اقتصادی، وسیله‌های تکنولوژی و اطلاعاتی، دستیابی به کامیابی‌های نوین و ارزشمند بشری، صرفه‌جویی ذخیره‌های گوناگون، تنظیم بهتری فعالیت ساحه‌های مختلف عمومی جهانی و منطقوی، بخصوص گسترش مناسبت‌های تجارتی، همکاری‌های مالیوی و اکولوژی و دیگر پدیده‌های مهم می‌گردد. ولی از جانب دیگر اکثراً تحت تأثیر بیواسطه جهانی شوی فرق بین کشورهای پیشرفته و عقب مانده عمیق‌تر شده، فشار به ساختارها و ارزش‌های ملی و فرهنگی خلقها نهایت شدت می‌گیرد. دعوای برتری جویی از جانب بعضی کشورهای پیشرفت این روند واضح‌تر گردیده، در عین حال فعالیت شبکه‌های تروریستی و اکستریمیستی و قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و فروش سلاح خصوصیتی تقریباً گلوبالی کسب می‌نماید. روحیه برخورد تمدن‌ها نسبتاً تقویت یافته در روند پرتلاطم گلوبالیزاسیا ارزش‌ها و معیارهای عمده جهانی تشکل می‌یابند و دنیای معاصر باری گران ثروت‌های تاریخی و میراث کهن ملی را کشیده نمی‌تواند. ارزش‌های کهن قیمت اجتماعی خود را باخته به تدریج از میان می‌روند و جای آنها را ارزش‌ها و معیارهای نوی جهانی می‌گیرد. به اندیشه من نتیجه از همه ناگوار و حتی خطرناکی روند گلوبالیزاسیا کاهش یافتن اخلاق، معنویات، آداب، سنت، فرهنگ و عنصرهای دیگری اجتماعی است که به آنها هستی حقیقی انسان عملاً غیر امکان است. همزمان با مجرای جهانی شوی روند خودشناسی پیگیرانه ملت و خلقها، فرهنگ و تمدنها و کشور و منطقه ها ادامه دارد که آن عامل مهمترین تحولات بزرگ جهانی در آغاز عصر 21 گردیده، من بعد نیز سببگار تغییرات و دگرگونی‌های عمیق‌تر شده می‌تواند. انسانیت با وجود آنکه با نیروی عقلانی در فتح سیاره خویش و کشف کیهانی بی حدود به دستاوردهای بی سابقه نائل شده است، هنوز هم به یک روزگاری آسوده، پاک و آزاده و عاری از محرومیت و تضادها نرسیده است. در فضای شبکه‌های تلویزیونی، فرهنگی و اطلاعاتی جهانی، فیلمنامه‌های ماجراجویانه، جنگ و کشتار، غارت و تحقیر، زوراوری و تخریبکاری، فساد اخلاق انسانی و نهایت از اصالت ازلی خویش دور شدن آدمیزاد تا رفت می افزاید. مقام و مرتبه انسان، اصالت و آرمان‌های والا، شأن و اعتبار و جهان مادی و معنوی او با این همه انقلاب و تحولات، موفقیت و مظفریت‌های علمی و فرهنگی و دستاوردهای بی سابقه تکنیکی و تکنولوژی هنوز هم نامکمل، پیچیده و گرفتار به محدودیت‌های عقیدوی و مذهبی و منفعت‌های اقتصادی و سیاسی می باشد. اهل بشر در طول تاریخ زندگی خود برای نائل شدن به یک روزگاری بی خشونت، آسوده و عاری از جنگ و اختلاف‌ها آنقدر کتاب‌های زیاد
و آثاری برنامه‌ای زیست ایجاد کرده است که اگر آنها را روی هم گذاریم شاید ستونی آسمان شوند. اما صرف نظر از آن، انسانی امروز نظر به نسبی 1000 سال پیش زیستش به خطرهای فاجعه بار و مشکلاتی سنگین‌تر روبرو گشته است. در همزیستی انسان و جهان معاصر ما وحدت و هماهنگی، رابطه مصالحت آمیز، کوشش بدون زوراوری و از طریق صلح و سازش حل نمودن مشکلات و پرابلم‌های عمومی بشری و خطرهای گلوبالی را قریب نمی بینیم. حتی دوری جستن دایره‌های معین خلق‌های و کشورهای علاهیده را از مسلک انسانی، فرهنگ معاشرت و اصالت ازلی مشاهده می کنیم. به نظر من علت اساسی در آن است که انسانیت در این سیاره کوچک وظیفه ازلی بود و باشش را بر محل نادیده گرفته، خودپرستی را پیشه کرد، راه مراسای و صلح و سازش و از میان بردن اختلاف و خونریزی ها را سهل پنداشت، از شناخت وحدت و منیش نیک سر پیچید، در مسلک پندار و گفتار و کرداری نیک زیستن و به همدیگر شفاعت و مدد کردن را تا رفت بیشتر به دست فراموشی داد. حالان که تمام محرومیت، تلاش و مبارزه های بی آخر، عذاب و آزار و فاجعه های خونباری سرنوشت انسان از نفهمیدن ماهیت هستی خود و اصل آفرینش در عالم امکان سر زده است. هر باری که با چشم خرد برای پیموده بشریت در طول یک عصر آخر نظر می افکنیم، بی اختیار احساس می نماییم که سیاره زمین با همه بزرگی و پهناوریش برای اهل بشر چون مادر عزیز است و در گهواره خیش طفلی پاینده حیات و نهاری همیشه سبزی زندگی را می پرورد. انسانیت گرچند بر اثر فتح و نصرت‌های علمی و دستاوردهای تکنولوژی با سرعت کیهانی پیش رفته، قدرتی بی انتهای را صاحب گشته باشد هم، سیاره سبز زمین در قیاس بمب‌های اتمی و سلاح‌های ترمویدرایی و دیگر خطرهای گلوبالی شیشه نفیس و نازکی را میماند که از رقابت کشورهای ابرقدرت و سود پرستی و منفعت جویی دولتداران خطر شکستنش روز تا روز می افزاید. ما همه شاهد آن بودیم که در 10 ساله آخر عصر 20 در خریطه سیاسی عالم دگرگونی های عظیم روی داده، سیستم جهانی سوسیالیسم در قطعه های اروپا، آسیا و افریقا از بین رفت و نظام جهانی یک خطبه با تأکید افضلیت و برتری ارزش‌های دموکراتی و معیارهای جامعه سرمایه‌داری قدرت بزرگ عملی را صاحب شد. امپریه ابرقدرت اتحاد شوروی و ایدئولوژی آن به ناکامی دچار شده، در حدود آن 10 دولت‌های صاحب استقلال پدید آمدند. نظام سیاسی جهان تغییر یافته، تقسیم بندی ژئوپلیتیکی سیاره جریان تازه پیدا کرد. ولی با شکست خوردن اتحاد شوروی، خطرهای گلوبالی به جای کم شدن تا رفت افزوده، امروز مبارزه های آشکار و نهانی دولت های ابرقدرت برای به دست آوردن بازارهای جهانی، ذخیره های اشیای خام، منبع های انرژتیکی و سوزشواری و بایگری های طبیعی باز هم بیشتر تیز و تند می گردد. مرزبندی های تازه منطقوی
و اقتصادی و ژئوپلیتیکی جهانی وسعت پذیرفته، خصومت‌های قومی و اتنیکی و نزاع‌های عقیدوی و مذهبی را بیشتر به بار می‌آورند و روند معتدل حیات را در سراسر سیاره خللدار می‌سازند. در طول سالهای آخر باشد نظام آرامی نسبی جهان بیشتر کاهیده، در منطقه‌های مختلف کره ارض جنگ، کشتار، سوختار، فلاکت و آبخیزی، ترور و تخریبکاری، غارت و تحقیر، نشأمندی و فساد اخلاق انسانی و نهایت به همدیگر دشمنی ورزیدن و تا رفت بیگانه شدن آدمان اوج می‌گیرد. امروز مقیاس و اندازه خطرهای عمومی جهانی و منطقوی افزوده به تقدیر کل انسانیت و امنیت دولت‌های و کشورهای خرد و بزرگ تهدید می‌نماید. این خطرها از روی مضمون و ماهیت، هدف و مقصدهای نهایی، فضای گستریش و جنبه پهن‌شوی خصوصیت گلوبالی داشته، با وجود فضل فروشی و خودسفید کنی های دروغین، عاقبت مدهش، فاجعه بار و هلاکت آور دارند و نهایت می توانند سببگار نیست شدن حیات در سراسر کره زمین گردند. این خطرهای گلوبالی قبل از همه افزایش استحصال و اختراع مدهشترین نمودهای سلاح یدرایی و دیگر واسطه های قتل عام، کاهش روزافزون ذخیره های طبیعی و دیگر ثروت های نادر زیر زمینی، تلاش های آشکار و نهان دولت های ابرقدرت برای به دست آوردن منبع های سوزشواری و انرژتیکی و اشیای خام صناعتی و استراتژی، رقابت شدید ژئوپلیتیکی برای منطقه های مهم اقتصادی و تقسیمات نوی بازارهای جهانی، تشکل و تحول مرزبندی های جدید حوزه های بزرگ اقتصادی و ژئواستراتژی و غیره می باشند که وابسته به برخورد منفعت‌های عمومی جهانی و منطقوی دولت‌های ابرقدرت در سراسر سیاره وسعت می‌پذیرد. گذشته از این، عنصرهای روزافزون جنایتکاری متشکل، تروریسم بین الخلقی، افراطگرایی دینی، گردش غیر قانونی مواد مخدر و قاچاق سلاح، همچنین افزودن اختلافات مذهبی، ضدیت‌های قومی و نژادی، برخورد تمدن و تمایل‌های ایدئولوژی، ترغیب غایه‌های تخریبکاری و زوراوری، جنگ و کشتار، اخلاق ناشایسته و فسق و فجور از طریق اطلاعات و وسایط اخبار تا رفت بیشتر خطر عمومی جهانی پیدا می کند. شنونده‌های گرامی، شما گفتار 49 را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از اوریان تا سامانیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایانی گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.